در 2 سال اخیر دهها درخت باغ حکمت الله مشریفوف در ناحیه اشت خشک و پژمرده شدند. اکثر آن را طول 20 سال پرورش کرده و حاصل زردآلو می‌گرفت. امسال میوه پس صفت گرفته است. سبب اساسی کمابی را او در فرسوده و ویران شدن پایگاه‌های آبکشی می‌داند و این وضع برای ادامه باغ پروریش مشکل ایجاد کرده است. حالا اونجا جاشو به کوچه‌شون دادم در کار. آب نمیدم مجبور شدم نمیتونم. کبید نمیکنه. هم تو زمین خوربان شده برافت. تو رفت. هم نسواس وایرون نشود بخرم تیز نواتو میبیاد. بعد 4 روزم وایرون میشه که وایرون میگم بعد 4 روز سنو پیدا میشه. مسئولان ریاستی آژانسی ضد فساد سردار ریاستی آبیاری و بهداشت زمین ولایت سوخت و چند هممسلکانش را برای تصرف مبلغ تعمیر پایگاه‌های آبکشی برخی ناحیه‌های شمالی تاجیکستان از جمله اشت مجازات کردند. آنها برای از خودکنی بیش از 4 میلیون سامانی عیبدار شدند. سرنخ این جنایت را اولا در ناحیه مسچاه و ظفرآباد آشکار نمودند که قبلا چندین دهقانان اینجا نیز از وضع بد آبیاری به رادیو آزادی شکایت کرده بودند. بعد سنجش گذارده داشته بود در ناحیه مسچو و در ناحیه ظفرآباد در اداره دولتی بهداشت زمین در مناسبت با شرکت‌ها و اداره دولتی بهداشت زمین در رفت سنجش البته مبلغ‌های اشکار شده از جانب متخصصان ریاست و مبلغ 1,281,969 سومانی اشکار کرده شده برای دادن بهای حقوقی برای رئیس تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است. سخمونش برافزود است. اعظم علیزاده رئیس ناحیه مسچاه نیز در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که امسال مشکلی کمابی را برای سری وقت تعمیر نشدن پایگاه‌های آبکشی احساس کردند. میگویم 90% پایگاه آبکشی ما همونشو پایگاه آبکشی سال 1968 همه تجهیزاتی که در اونجا گویم ما استفاده میبریم الکی فرسوده شدن کارهاشون گویم 2-3 مرتبه برزود هم اجرا کردگیان از همه حساب کمتر ما تنکیسی داریم. بازی همین گویم همین مفصل 2 بار پورا 47 کیلومتر کانال تاجیکستان ما پورا گویم تازه کردیم. نه که حساب بعضی پایگاه آبکشی ما تنکیسی میکشیم از نبودن تجهیزات. چون در پایگاه آبکشی میرزاچویل دوی امینجان عبدالله زاده سردار همکنون سابق ریاست بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت همراه چند همکارش که به این جنایت عیبدار شدند با پرداخت جریمه رها گردید، ولی در یک دیدار با خبرنگار رادیو آزادی از دادن نظر در این بابت خودداری نمود. جنایت‌های صادر کرده نامبرده و هممسلکانش جنایت‌های اقتصادی هستند و همه ما شما خوب می‌دانیم که قانونگذاری جنایتی برای جزا رو برای جنایت‌های اقتصادی در شکل آلترناتیو معین کرده است و در صورت پرداخت کردن مبلغ ضرر نسبتی سودشونده مقامات سودی جزای غیر حبسی تبدیل می‌کنند. همه شما می‌دانید مبلغ‌هایی که است. دست به دزدی مبلغ اداره آبیاری و بهداشت زمین زدن برخی از مسئولان آن در حالی است که این نهاد یکی از آسیب پذیرترین ساختار در تاجیکستان حساب می‌یابد. از همه کلانترین مشتری قرضدار در نزد برق همین اداره است و با کمبود نیروی کاری روبرو است. در ولایت سوخت 500 جای کاری خالی دارد و از دهقانان سالها باز بیش از 100 میلیون سامانی را گرفتن نمیتوانند. ما این مسئله دیده میبریم در مجلس بچه کدام و برای در آینده این چیزا و دست نزدن البته ما اینجا کاربری میکنیم. در همین حال برخی از دهقانان ضرر دیده میگویند که زیانی از کمابی کشیده آنها را کی جبران میکند؟ سوال است که بحث دامنه‌دار را در ساحه کشاورزی ولایت سوخت به وجود آورده است. شرطنامه هست. در اساس همون شرطنامه باید معین شده باشد که در صورت پرداخت نشدن حق استفاده بری آب یا اینکه در صورت سری وقت ندادن آب برای پالایشی دهقان جوابدار هستند. همون مبلغ حاصل پلانی دهقان میسپارد. شرطنامه اساسی کار است، اساسی معین کردن عهده‌داری ها از در این حالت ها. فساد مالی در اداره های تاجیکستان بارها مورد تنقید قرار گرفته یک مانعه رشد کشور شمرده می شود.